سلام و درود. بازم خوش آمدید به جلسه سوم PHP از چینل کویگلرن و امیدوار هستم که جلسات قبلی را از دست نداده باشین و استپ با استپ تمامش تماشا کرده باشین و کار کرده باشین و کسایی که ما را دنبال میکنه 100% مطمئن هستم که تا اکنون لوکال انوایرمنت خود و اینترودکشن تو سیلابس کامل دیده و انوایرمنت خود هم کامل مجهز ساختم. در این جلسه هم میایم روی خودی PHP بحث میکنیم، روی سینتکس هاش بحث میکنیم و میبینیم که چی موضوعات باید تا این جلسه کار کنیم. خب در سیلابس اصلی ما براتون گفتم که ما میم از روی وبسایت w3schools.com کار میکنیم، از روی w3schools.com کار میکنیم و سیلابس ما هم همی است. و دوستای عزیزی که سوال برش ایجاد میشه از کجا کنیم، میتونین شما خودتون در وبسایت www.w3schools.com برین یا میتونین از تلگرام کویگلرنز ایرا دانلود کنین که در اونجا بر شما اضافه کردم و میتونین ایرا شکل آفلاینی شکل ما خودم دارم امیرا شما همچنان دانلود کنین و ازش استفاده کنین و یک بسیار منبع ناب و عالی هست. میایم روی اول PHP هم بحث میکنیم، گفتیم روی PHP 5 ما بحث میکنیم و اینجا برای شما یک چیز دیگه هم یک ضرب مثل داره یا تکلیف هم easy learn with PHP آسان هست برای آموختن و موضوعی که برای ما از براتون باید گفته شود که همچنان PHP HTML embedded هست، یعنی شما میتونید کدهای PHP را در داخل تگ های HTML همچنان استفاده کنید و تگ های HTML داخل کد های PHP همچنان استفاده میکنید. و موضوع سنسیتیفش همیشه در نظر داشته باشین که پروگرامینگ لنگویج ها یعنی چیزایی که وریبل دارن موضوعات استفاده میشه یا تمامشان که سنسیتیف هست. سنسیتیف یعنی حساس هست، به خرد و بزرگ بودن کلمات کامل حساس هست، یعنی خرد نوشتن و بزرگ نوشتن شما باید خوب صحیح متوجه باشین و غلط نکنین. یعنی شما وقتی که یک واریبل اساین میکنید، ما در PHP خواندیم که واریبل این رقم توسط کلیدی وار ما میایم کال میکنیم و میگیم مثلا مساوی به چند باشه، میگیم مساوی به 2 باشه. اما اینجا دیگه شما نمیگین که وار x مساوی به 2، اینجا میگین دلار x ما مساوی است به 2. دلار x ما مساوی به 2. یعنی ما گفتیم در جاوا اسکریپت وقتی وار استفاده میکنیم گلوبال میشه، اما اینجا به خاطر که شما گلوبال را جور کنید مجبور هستید که از کلمه خودی چی استفاده کنید؟ از کلمه خودی گلوبال استفاده کنید. خب میایم یک بار یک تگ PHP رو باز کنم که بر شما خوب سمسه واضح شود و ببینید که یا کلشان چیست کلید ورد است. یعنی ببینید برای ما ایره سرخ کرد و ایره علامت فهمید که چی هست و یک چیزی اضافه است و استفاده کردیم. این بود موضوع چی ما موضوع همیش و اینترودکشنش که میتونید استفاده کنین و میتونید از اینجا تست ها و سرتیفیکت هایش ببینید و کامل رفرنس هایی که برای شما دادن هم میتونید از اینجا استفاده کنید. میریم روی PHP introduction. اینجا برای شما گفته که before you continue you should have basic understand of the following language HTML CSS و JavaScript. یعنی گفت فقط یک introduction یا یک آشناییتی بیسیک یا اساسی بسیار کم هم داشته باشین شما میتونید کورسی PHP را در صورتی که بخواین و کار کنین میتونین استفاده کنین. و اینجا گفته PHP script or execute on the server، یعنی شما در سرور میتونین ایره رن کنین و در لوکال نمیتونین رن کنین، یعنی یک سرور سایت هست. خب گفته what is PHP، گفته PHP چی است؟ در قدیما وقتایی که نو ساخته شده بود دانشمندی که را ساخت فقط به خاطر صفحات تکسی را ساخت، یعنی نامش هم مانده بود personal home page. یعنی اینجا بر شما نشته کنم PHP از کلمه چی گرفته شده؟ personal home page، فقط یک پیج شخصی هست. اما بعدن که روی از دیده شد و کار شد دید که بسیار یک زبان قدرتمند، بسیار یک زبان عالی هست و بسیار کارهای متنوعی را میتونه انجام بده که دانشمندای دیگه وقتی ایره بررسی کرد خودی از این آدمی که دانشمند ایره ساخته بود هم ایده انتظار و ایده فکر نبود که بیت مای تو زبان قدرتمند ساختیم که تا هنوز این قابل استفاده هست.
اینجا اما بعدا نام از این تغییر شد، نوشته شد هایپر تکست پری پروسسور. یعنی میتونه ما فوق تکست برای شما چیکار کنه، پروسس کنه و براتون نشان میده. یعنی عکس، وایس، فیلم و غیره و غیره را میتونه برای شما استفاده کنه. گفته widely used open source scripting language. به خاطر چی قدر محبوب است؟ به خاطر اوپن سورس است. شما میتونین خودتون کلاس بسازین، میتونین خودتون آبجکت بسازین، اره های مختلف بسازین، واریبل ها رو کال کنین. یعنی یک زبان نیست که چی نباشه، سورسش بسته نباشه و یک زبان محدود باشه. یک زبان بسیار عالی است و شما میتونین از توسط فریم ورک هایی که ساخته شده یا میتونین خودتون براتون یک لایبرری معین جور کنین و ازش استفاده کنین. و باز هم همون گل تکراری که گفته در سرور بردارم میشه و خوبیش در کجاست؟ PHP is free to download and use. و این چیسته به خاطر کار کردن با این شما لیسانس کار ندارین. مثل اون زمپ اپلیکیشن هاش لیسانس کار نداره و خود از هم لیسانس کار نداره. گفته چرا یه پاپولار هست یا چرا مشهور است؟ گفته تمام پلاگین های مشهور، تمام کمپانی های مشهور، مثلا وردپرس پلاگین های مشهور یا مثلا فیسبوک خودش یک شرکت بسیار مشهور جهانی است، میتونه چیکار کرده؟ از یا استفاده کنه. What is PHP فایل؟ فایل های PHP چی است؟ میتونه بر شما کانتنت تکست باشه، HTML بگیره، CSS بگیره، جاوا اسکریپت بگیره و PHP که موضوع چیز امبیددش است و همیشه اکستنشنش توسط PHP ذخیره میشه که بر شما همچنان نشان دادم در جلسه قبلی. در سرور رن میشه و پس برای شما توسط کد های HTML ش ریتورن میکنه. ما ببینیم که بیایم اما مثال قبلی خدا کار کنیم. مثلا میگم ایکو کنه برای ما hello I am سید مجتبی احمدی. ذخیره میکنم و میرم اینجا میگم local host php و text.php بود. ببینید hello I am سید مجتبی احمدی. وقتی ما بریم در ویو پیج سورسش بریم فقط امیر برای ما شما نشان میده. اگر تک های HTML باشه هم برای ما شما نشان میده و کد های PHP چون سرور سایت هست و امنیتش خوب است برای شما دیگه اینجا نشان نمیده. اگر نشان میده بسیار براحتی میشه که وبسایت شما کسایی که تخریبگر است، متخریب هست، ایره تخریب کنه و از بین ببره براتون. و موضوع بعدی که ما داریم که اینجا همچنان گفته که پس به اساس یک پلین تکست و HTML بر شما نشان میده. گفته what can PHP do؟ PHP can generate dynamic page. میتونه بر شما پیج های دینامیک یعنی خودش تبدیل شه و کار کنه. میتونه create open read و فایل ها رو میتونه فایل هندلینگ همچنان کنه. کلکت فرم دیتا میتونه فرم ها را که موضوع همین فرم هندلینگ هست و موضوع کوکی ها هست که ریسیو کنه، دیلیت کنه، اپدیت کنه، کنترل یوزر اکسس یوزر ها را که ادمین باشه، اسیستان باشه چی کار کنه و از همه مهمترش که بسیار موضوع عالی است چی داره؟ کد انکریپشن داره که شما میتونید در وبسایت خود php.org فکر کنم برین و بخشی چیشه بخونین PHP انکریپشنش بخون. میبینید که انکریپشن کی های بسیار قدرتمند و عالی دارن که بسیار هک کردن و کرک کردنش مشکل دارن و شما میتونید موضوعات مختلف داره. گفته چرا PHP رو ما استفاده میکنیم که به خاطر پلتفرمی چیسته اوپن سورس است. میتونید روی مک، ویندوز، یونیکس، مک او اس، ویندوز، لینوکس و غیره ایره استفاده کنید و PHP can compile almost all the servers used today. مثلا اپاچی داره، iOS داره و غیره چیزها رو میتونه بر شما رند کنه. مثلا چرا ASP.NET، چرا JSP.NET، چرا یا مشهور است؟ به خاطر یا از شرکت چی هست؟ از شرکت مایکروسافت هست و شما باید سرورهایش برش لیسانس بخرید. یعنی لیسانس کار داره. It's not free to use و چیزا بر شما رایگان نیست که استفاده کنید و همیشه تمام چیزاش ببینید. گفته از وبسایت خودش میتونید همچنین از php.net ببخشید php.net است وبسایتش میتونید سرورهایش دانلود کنید و سرورش خوبیش در کجاست که دیفیکالتی نداره، آسان هست، میتونید ازش استفاده کنید. من در جلسه قبل انوایرمنت کامل تشریح کردم. و موضوع بعدی که ما داریم موضوع
اینستالیشنش هست که کامل چی رقم اینستال کنیم روی مک ویندوز که براتون کامل من تشریح کردم. و ساینتکسش هست که ساینتکسش هم براتون گفتم که توسط علامه براکت باز میشه یا علامه تگ باز میشه. سوالیه کلیدی پی اچ پی، بعد از سوالیه و تگ شما بسته. توسط اینمی فقط شما میتونید کار کنید و ساینتکس کلش همچنان همیست. و موضوع کامنت هاش هست، یک مولتیپل لاین داره، یکی سینگل لاین. سینگل لاین شما میتونید توسط دو علامه سلش یا توسط یک علامه هش که سی پلاس پلاس یا سی پلاس پلاس مثلا سی شارپ PHP یا که هست در نام سی فامیلی مشهور است. یعنی شما میتونید اینش علامت شارپ در اینجا هم باعث کامل استفاده میشه در سی پلاس پلاس همچنان. اما اگر مولتی لاین بگین علامت سلش ستاره و در هر جایی که بسته کردین اون مقدار بر شما کامنت میکنه. این موضوع کامنتش بود و تا اینجا امیدوار هستم که خسته نشده باشین. و موضوع بعدیش که از PHP case sensitive است که گفتم case sensitive هست و اینجا گفته که in PHP all keyword example this classes function are not case sensitive. یعنی مثلا مثال هایی را که اینجا استفاده کردم، ما از ایکو استفاده کنیم، شما بتونید اینو هم استفاده کنید و بر شما بازگشت میته. اما ما براتون پیشنهاد میکنیم که همیشه از کلید کوچک یا حرفای کوچک استفاده کنید تا براتون پیچیده و مغلق نشه. امید که خسته نشده باشین. تا ویدیو بعد خدا یار و نگهدار شما و فراموش نکنید که ویدیوها را لایک کنید. تشکر. تا ویدیو بعد خدا یار و نگهدار شما.